پیرن قهوه یه مدعی بود همه جای ایران رو دیده. یعنی همه جا؟ آره. یعنی حتی قم روستای وشنوه رو هم دیده ای؟ یه لحظه صبر کن الان میایم. ای وی فوراً مرا به ویگردی میبری؟ آری به کجا؟ تور یک روزه قم وشنوه. فوراً سوار بر موتورهای پرنده راه افتادم. در راه بخش کهک را دیده تا به مقصد رسیدم. این هم روستای زیبای وشنوه با باغ‌های پرمیوه و کوهستان مرتفع زیبا با قله برفیش و این غارهای زیبا که حتی یکیش منابع آب زیرزمینی هم دارد. خیلی خوب بود. حالا برگردیم. کجا؟ هنوز نصیحت مانده است. بدان آگاه باش که در سفر پول نقد با خود نبر. گردش کارت بگیر تا با آن بتوان. بابا کی دیگه پول نقد با خودش میبره؟ همین گردش کارت بگیر. عالی. بعد باغ‌های میوه وشنوه عالیست. حالا آن هیچ کوه برفی و غار. بله برید تور قم وشنوه. سفر بخیر. شد عصایم را جا گذاشتم نمیتوانم بکوبم تو سرشون. فهمیدم الان اینترنتی یک عصای جدید